درباره سیگار و نوس نیز خیلی سوالهای زیاد آمده میرسد از تماشابینان. در واقع هم شوق آور است و همچنین باز جواب میخواهد. البته میپرسند که نوس کشیدن این گناه است، یعنی حرام است یا اینکه مکروه است؟ میپرسند یکی از تماشابین ما. البته کشیدن نوس و سیگار حرام است، مکروه نیست. مکروه این عملی که ترک آن ثواب است و اجرای آن گناه نیست. و در کشیدن سیگار و نوس البته انسان گناهگار می شود. اما مسئله گناه کبیره است یا صغیره، یک مراتب کشیدنش گناه صغیره است. از عمر ابن الخطاب، از ابن عباس رضی الله عنهما نقل آمده است که لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار گفتند. یعنی گناه صغیره نیست با همراهی بردوام. در یک روز 20 30 تا 50 تا 100 مرتبه نوس و سیگار میکشم و این هر روز که تکرار میشود البته این گناه کبیره میشود، نه صغیره. بله آنهایی که مکروه گفتن این در بدایت امر بود، 400 سال پیش از این جانب وقتا که نوس و سیگارت نو برآمده بود، بعضی علما در حقیقت در حیرت افتادند. بعضی ها مکروه گفتند، بعضی ها حرام گفتند، بعضی ها توقف کردند. ولیکن بعداً ضررناک بودن این مواد برای همگان معلوم شد. تمام عالم های شریعت، عالم های طب، همه کافر و مسلمان اقرار کردند که سیگار و نوس بر سلامتی انسان ضرر دارد و قاعده مقرر در شریعت این است که هر چیزی که ضرر دارد آن حرام است. ولا ینهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. شریعت نهی نمی کند، منع نمی کند مگر از آن کاری که ضرر آن ضرر محض است یا ضررش از فایدهش بسیار است. در زمانه خلافت حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه در صنعا یک جوان مسلمان را 7 نفر به قتل می رسانند. سپس قاضی یعلا ابن امیه در حیرت می افتد که در شریعت اسلام قصاص نفس به نفس هست، لیکن اینجا 7 نفر در کشتار یک مسلمان شرکت ورزیدند. بنابراین در حیرت افتاد و به حضرت عمر مکتوب کرد که چگونه مشورت می دهد. حضرت عمر رضی الله عنه نوشتند که لو تمال اهل صنعاء على قتل رجل واحد من المسلمین لقتلتهم جمیعا. اگر تمام اهل صنعا در کشتار یک مسلمان شرکت ورزند، من همه آنها را همچون قصاص به قتل میرسانم گفتند. اهل صنعا الان 2,600,000 نفر اهالی دارد. در زمان عمر رضی الله عنه شاید 100,000 اهالی داشتند. شما ببینید که قدری خون مسلمان در نزد شریعت اسلامی چقدر بالا هست. یک خون مسلمان چقدر قیمت می ایستد. و الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید که ولا تقتلوا انفسکم، شما نفس خویش را به قتل نرسانید. البته استعمال سیگار و نوس و از این هم بزرگتر استعمال تمام انواع مواد مخدر، اینها از جمله به قتل رسانیدن خویش حساب می شود. وقتی که انسان این چیزها را تناول می کند، آهسته آهسته نفس خود را به قتل می رساند و الله سبحانه و تعالی این عمل را برای ما حرام کرده است. بنابراین هیچگاه نفس خود را با استفاده نوس و سیگار و تمام انواع مواد مخدر به قتل نرسانید. والله تعالی اعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد، باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.